خب من قول داده بودم که تو این جلسه در مورد نگاهی که با گام تو موسیقی غربی داریم موسیقی ایرانی رو هم توصیف کنم. این یکی از راهاست که تقریب خوبی به ما میده و برای مقایسه خوبه. دستگاه ها رو مثلا بگم که مثلا دستگاه همایون با چه گامی میشه توصیفش کرد. قبلش فکر کردم که یه خورده در مورد به عنوان نمونه یه سازی که تو موسیقی ایرانی استفاده میشه یه توضیحاتی بدم. قبل از اون فکر کردم که من نیاز دارم که یه خورده یه کوچولو تئوری دوباره به شما بگم. قبلا دیدیم که من کاری که اینجا میکنم نوت‌ها رو زیرتر میکنم، فرکانس رو بالا میبرم با کم کردن طوله، ولی تو فرمول ما داشتیم که فرکانس مساوی بود V تقسیم بر 2L. L طول سیم بود، V توی سرعت بود که سرعت صوت توی سیم هست. ما حالا مدیونیم به نیوتن که سرعت صوت توی سیم رو هم برامون فرمول ارائه کرده حدود 300 سال پیش. این میگه که سرعت صوت توی سیم یکی به کشش سیم ربط داره. هرچی کشش سیم بیشتر باشه سیم رو بکشید این صدا زیرتر میشه، سیم چابکتر میشه، تندتر نوسان میکنه و هرچی هم جرم واحد طولش بیشتر باشه خب قاعدتا این خرفتر میشه و آرومتر نوسان میکنه. ما کاری که تو کوک کردن میکنیم، این سیم و شل سفت میکنیم، همینه که سرعت صوت رو داریم تغییر میدیم. بنابراین من با دو تا مؤلفه اینجا دارم، یکی کشش سیم که دست نوازنده است میتونه کم و زیادش کنه یه بار اول کنسرت احتمالاً یا هر برنامه‌ای، و اگه ساز خوبی داشته باشه این باقی میمونه. و دومی اینه که جنس سیم که جرم واحد طولش رو تعیین کنه و اینا تعیین کننده است. خب من این ساز کوک شده، حالا میخوام یه خورده توصیف کنم که اولا این 3 تاره ولی 4 تا تار داره، همونجوری که خیلیاتون میدونید. یه آدم به اسم مشتاق علیشاه، یه درویشی، این سیم واخون رو اضافه کرده. قبلا 3 تا سیم داشته، بعدن درویش خان یه دونم همینجوری به تار اضافه کرده. ولی حالا من گستره فرکانسی این ساز برای من میخوام به شما بگم که چون نکته جذابی داره. اگه این سیم اولم نوت دو باشه که معمولا رایجه، سیم دومم نوت سوله. ببینم خوبه. این دیاپازون من میگه این 196 هرتزه، یعنی سول سوم پیانو در است. پس فاصله این سول با دورم اگه یه خورده بنویسید برای خودتون نگاه کنید، فاصله 4. بنابراین شما 2 تا سیم تو فاصله 4 کوک شدن و این به گوش جذابه دیگه. یعنی اینا صداهایی هستن که حتی همزمان هم که بشنویدشون احساس خوبی دارین و احساس بعدی نخواهید داشت. این همون ریشه علم هارمونی. پس این 2 تا سیم تو فاصله 4 کوک میشن. این سیم بم آخر دوباره نوت 2 ولی یه اکتاو بمتر. مثلا این اگه بود 261 هرتز، این هست حدوداً 130 هرتز. تایید میکنه این یه خورده کوکش. همونجوری که عرض کردم ساز خوب کوک و حفظ میکنه. سازهای ایرانی هنوز بدوی هستن. به هر حال پس من اینجا از 2 شروع میکنم. ببینید میخوام گستره فرکانسی از 130 شروع میشه. ببخشید میرسم به نوت 2، دوباره میرسم به نوت 2، یعنی 2 تا اکتاو رفتم. از 2 شروع کردم، 2 بم، میرسم به 2 متوسطم، بعد 2 زیرم، 2 اکتاو رفتم و شما یه نیم اکتاو دیگه دارین تا نوت سول یه ذره بیشتر. من میتونم بگم که حدوداً 2.5 اکتاو گستره فرکانسی اینه که خیلی جالبه که تقریبا با گستره فرکانسی صدای انسان مطابقه. این خیلی نکته خوبیه که بهش توجه کنیم که سازهای ایرانی، تار هم همینجوری، سازهای مهم ایرانی با صدای انسان تنظیم شدن و این نشون میده موسیقی ما چقدر وابسته به خوندن، وابسته به شعر و چه در اصل رابطه محکمی وجود داره بین آواز و موسیقی ایرانی و همینطور شعر و موسیقی ایرانی. موسیقی ایرانی به نظر میاد بر پایه آوازه. من مقایسه میکنم
گیتار فکر می‌کنم حدود 3.5 اکتاف گستره فرکانسی داره و پیانو 7 اکتاف. یعنی شما 7 بار اون بمترین صدایی که میشنوید 7 بار ضرب در 2 کنید میرسید به زیرترین صدای گستره خیلی بزرگی. این 2.5 اکتاوه و این یه جور به ما میگه موسیقی ایرانی وابسته همیشه نگاهش به آواز بوده و نگاهش همطور به شعر. یه جور نچراله دیگه، یه جور طبیعی، سازهای طبیعی تری هستن چون با صدای انسان سرکار دارن. به نوعی هم شاید بتونیم بگیم کمتر از موسیقی‌های غیر ایرانی، موسیقی غربی انتزاعی هستن چون موسیقی رو خیلی به آواز، به صدای انسان وابسته کردن. خب الان میتونیم در مورد این صحبت کنیم که حالا این فرق موسیقی ایرانی با موسیقی غربی همونجوری که میدونیم اینه که ما فواصل دیگه‌ای به جز پرده و نیم پرده داریم. اون 1.5 پرده رو فعلا میذارم کنار. فرض کنیم که موسیقی غربی رو با این دوتا میسازیم. تو موسیقی ایرانی ما میدونیم که فواصل متفاوتی داریم و میشنویم که 1/4 پرده، ربع پرده وجود داره. خب همونجوری که باز ببینیم که آیا من میتونم با اون نگاهی که موسیقی غربی رو ساختیم فاصله 5 و فاصله 4 نسبت‌های 3/2 و 4/3 تقسیم کردیم، 9/8 در اومد، بعد سعی کردیم باز 9/8 هم تقسیم کنیم به ضرب 2 تا عدد که نیم پرده در اومد، ببینیم که حالا ربع پرده رو من چجوری میتونم بسازم. این نگاهی که ما میگیم ما تو موسیقی ایرانی ربع پرده داریم یه مقدار نگاه درستی نیست. ببینید ربع پرده همینجوری من برای شما بزنم، اگه فرض کنیم ربع پرده رو بتونیم تعریف کنیم که الان میگم چجوری. فرض کنیم یه نیم پرده رو بتونیم به ضرب 16/15 و به ضرب 2 تا عدد متوالی، یعنی رادیکال 16/15 اینجوری بهتون بگم، یا یه نگاه دیگه ریشه 24 عدد 2 رو بتونیم به عنوان ربع پرده تعریف کنیم که 24 بار تو هم ضرب بشه عدد 2 رو به شما بده با اون نگاه. ولی این ربع پرده خودش در اصل اتم موسیقی ایرانی نیست. مثلا شما نیم پرده رو یا پرده رو پشت سر هم بزنید خوشتون میاد، ولی ربع پرده بزنم فاصله ربع پرده به گوش شما جذاب نمیاد. ما ربع پرده در اصل موسیقی رو نداریم، ولی تقسیماتی داریم که از نیم پرده بزرگتره و از پرده کامل کوچکتره، بهش میگیم 3/4 پرده. من اگه میخوام همینجوری یه نگاه چیزی خیلی ساده بهتون بگم که اینو چجوری میتونیم بسازیمش، 3/4 پرده رو 1.5 تقسیم بر 2 کنید میشه 3/4 دیگه. یه جور میشه حالا بگیم من چجوری این حرفو میزنم. 1.5 پرده رو یه فاصله پرده، یه فاصله نیم پرده. حالا فرض کنیم که عوض این که من با یه پرده و یه نیم پرده بخوام به این فاصله سوم برسم، درسته؟ فاصله دوم پرده، فاصله سوم نیم پرده. یعنی این دو تا نوت متوالی 1.5 پرده با هم تفاوت دارن. با 2 تا گام مساوی، یعنی فرکانس اولیمو ضرب در یه عددی بکنم، دوباره ضرب در همون عدد بکنم برسم به که این تقریبا 6/5. این میشه تعریف 3/4 پرده. با این قبلا زدم، حالا میزنم. این پرده‌ای که اضافه میشه تو موسیقی، توی سازهای ما و توی گیتار نیست برفرض. این پرده این چیزی که 3/4 رو برای من میسازه، از اینجا تا اینجا طول 3/4. ببخشید اینجوری بهتره نگم که این درست نبود حرفم. 3/4 پرده رو میسازه که از پرده کوچیک‌تره، یعنی از 9/8 کوچیک‌تره، از نیم پرده بزرگتره، یعنی از 16/15 بزرگتره، و 2 بار هر عددی که هست ضرب در هم کنید میشه یه چیزی حدود 6/5. بنابراین میتونید بگین تقریبا رادیکال 6/5 3/4 پرده. و حالا همینجوری الان که اینجا هستیم ببینیم با این دو تا 3/4 پرده رو من دارم ازش استفاده میکنم برای اینکه همینجوری یه جملات موسیقی بسازیم. دارم درآمد شور، درآمد آوازی شور که آقای دعوا میخونده رو برای شما یه تیکش رو زدم.
بنابراین همونجوری که به ذهنتون میرسه این دستگاه شور رو برای ما میسازه. اما قواعدی داره، یعنی شما این 3/4 پرده رو، یه فاصله دیگه هم داریم که اینم بهتون بگم که 1 و 1/4 پرده است، یعنی از پرده بزرگتره، از 9/8 عدد بزرگتریه، از 1.5 پرده که فرض کنیم 6/5 عدد کوچکتریه، این فاصله است. بذاریم یه 3/4 1 و 1/4 و یه 1/2 بذاریم کنار هم. الان البته تو این فواصلی که من نواختم خیلی رایج نیست که 4گاهو بزنم، ولی این فاصله 4گاهه چون یه صدای خارجی اینجا شنیده میشه. پس مثلا از 1 و 1/4 پرده ما تو دستگاه 4گاه استفاده میکنیم، تو آواز اصفهان استفاده میکنیم. حالا پس میتونیم ببینیم که میخوام بهتون بگم که چه جوری این دستگاه ها رو تقسیم بندی میکنیم. خب ما 5 دقیقه وقت داریم برای این جلسه. یه تصویر خوبی به شما بدم که موسیقی ایرانی چجوری ساخته میشه. همونجوری که گفتم ما میتونیم برای موسیقی ایرانی گام تعریف کنیم و این کارو خواهیم کرد، مثل موسیقی غربی ماژور مینور. ولی دقت کنید که اول ما عوض 2 تا فاصله پرده نیم پرده 4 تا فاصله داریم. پرده 3/4 پرده کامل و 1 و 1/4 پرده. یه جوری ترکیبات غنی‌تری میتونیم بسازیم به نوعی، یعنی تعداد ترکیباتی که میتونیم بسازیم بیشتر. ولی تو موسیقی ایرانی یه دفعه هم من اشاره کردم که دانگ ها مهمن. دانگ یادتونه یه پرده این فاصله 4 رو که 2 تا پرده کامل یه نیم پرده است و نسبت 4/3 ما بهش میگیم تو موسیقی ایرانی دانگ. و به نظر میاد این فاصله 4/3 تو موسیقی ایرانی خیلی مهمه. چطور مهمه؟ این که من این 3 تا فاصله رو که پشت هم میذارم، هر جوری این 4 تا عدد رو 1/2 1 3/4 1 و 1/4 طوری باید بچینم که این 2.5 پرده رو به من بده، یعنی جمعشون بشه 2.5. مثلا 3/4 1.5 میشه، یه 1 بذارم پشتش. این دانگ میتونیم بگیم درآمد شوره. سه چهارم 1. مثلا دانگ هایی که ما تو موسیقی غربی میتونیم بسازیم، فرض کنیم که 2.5، چون فقط 1 و نیم داریم، 2 تا 1 باید بذاریم یه نیم، چاره دیگه نداریم. ترتیبشون رو عوض کنیم، البته حسای متفاوتی به میده. دقت کنید این دانگیه که اول ماژوره، این دانگیه که اول مینوره. هر دوشون 2 تا پردن، یعنی این پرده، ولی ترتیبشون عوض کرد. تو موسیقی ایرانی ما دستمون یه خورده بازتره، ولی یه قیدی وجود داره که اینا رو طوری باید بچینیم که نهایتا برسیم به 2.5. مثلا اگه یه دونه 3/4 میذاریم، 2 تا انتخاب داریم. معنا انتخابم این بود که یه 3/4 دیگه یه 1 میشه 2.5. یه انتخاب دیگه 3/4 1 و 1/4 نیم. اینا 2 تا دانگ متفاوتن که 2 تا دستگاه مختلف استفاده میشن، یکی تو شور و جای دیگه البته، یکی تو 4گاه و باز جای دیگه البته. گام‌های قبلی هم داریم، دانگ‌های قبلی هم داریم. پرده نیم پرده هم داریم، تو دستگاه ماهور داریم. پرده نیم پرده هم داریم. این هم استفاده میشه، مثلا یه جایی تو اصفهان هست، توی دشتی هست و الی آخر. پس ببینید ما دانگ هایی که تو موسیقی ایرانی میسازیم میتونیم یه تنوعی داره، از این نظر که به جای اینکه پرده نیم پرده باشه از این 2 تا استفاده کنیم، از 3/4 و 1 و 1/4 هم میتونیم استفاده کنیم. ولی به نظر میاد که تو طول تاریخ موسیقی ایرانی یه قیدی به وجود اومده که اینا رو طوری پشت سر هم بچینید که به فاصله 2.5 برسید. 2.5 یعنی 4/3. نسبت فرکانساتون رو تو عدد ضرب کنید که نهایتا بشه 4/3 با 3 تا گام. حالا من یه اشاره‌ای هم بکنم، البته که الان من فقط یه تصویر اولیه به شما میدم. این تصویر دقیق نیست و حتی بعضیا معتقدن تصویر خوبی برای موسیقی ایرانی نیست، ولی تو اون چارچوبی که من میخوام بسازم کافیه، کفایت میکنه. این که مثلا اگه من دستگاه شور میخوام درست کنم، یه دانگ خیلی مهم شور دارم تو درآمد
سه چهارم سه چهارم یک دوم، یه یک دارم، بعدش دانگ اینو دارم، پرده نیم پرده پرده. یعنی شما دو تا دانگ و یه دونه پرده کامل بینشون میتونه گام شور رو برای شما بسازه. عرض کردم این نگاه مورد انتقاد بسیاری هست، من خواهم گفت که چرا مورد انتقاده، ولی در اصل چارچوب فکری خوب به شما میده برای اینکه دستگاه رو بسازید. یه اشاره بکنم که مثلا اگه من بخوام ماهور رو یه دفعه دیگه ببینیم، مثلا ماهور این دانگ پرده پرده نیم پرده، یه پرده دیگه دوباره پرده پرده نیم پرده، پس دو تا پرده پرده نیم پرده، یه دونه هم پرده بینشون، این گام ماهور رو براتون میسازه. حالا با این نگاه مثلا اگه من میخوام یه چهارگاه تقریبی براتون بسازم، سه چهارم یک و یک چهارم نیم، این سه چهارم یک و یک چهارم نیم خیلی حس حماسی ممکنه به شما بده. مثلا بعد یه پرده سه چهارم یک و یک چهارم نیم، یعنی ببینید دانگ مهمی که توی چهارگاه وجود داره سه چهارم یک و یک چهارم نیمه و یه دونه هم پرده واسط. بنابراین این میتونه باز تقریبی یه خورده، خودم هم متوجه هستم که این نگاه ایرادایی داره، ولی به شما میتونه تفاوت دستگاه‌های مختلف و دست کم ریشه‌اش رو شما حس کنید که من وقتی میگم دستگاه شور با چهارگاه فرق میکنه، با ماهور فرق میکنه، با همایون فرق میکنه و الی آخر. بذارید همایون هم بسازیم. همایون از همین دانگ چهارگاه یه جا استفاده میکنه، سه چهارم یک و یک چهارم نیم، بعد از اینجا به بعد فرق میکنه، یه پرده واسط داره یه جوری که با مینور غربی اینجا سازگاره، نیم پرده پرده پرده. درست شد؟ پس اگه من بخوام گام همایون رو بسازم، سه چهارم، ببخشید از اول، سه چهارم یک و یک چهارم نیم، یک نیم یک یک، همینجوری که دقت میکنید. اینم بد نیست که وقتی گاما رو داریم میزنید اون نوت آخر رو شما قبل اینکه بشنوید حس میکنید، یعنی ذهن شما پیش بینی میکنه، به خاطر اینکه سالهاست ما داریم اینا رو میشنویم و اون دایره رو باش میبندید با 7 تا قدم. و دقت کنید تشابه موسیقی، همه موسیقی های دنیا، اون قسم در اصل اونایی که بر پایه اکتاف هستن و موسیقی ما هم همینطوریه، اینی که عددا رو سه چهارم یک دوم یک و یک و چهارم رو طوری میچینیم یک تو موسیقی ایرانی به دانگ برسیم، یعنی 3 تا پشت سر همش بشه 4 سوم و 7 تا پشت سر همش بشه نسبت 2. ببینید با 7 تا پرش من میرسم به دایره رو دور میزنم و دقیقاً باید برسم اون جایی که بودم نسبت 2. این تو موسیقی ایرانی هم با وجود اینکه من فواصل متفاوتی دارم، متنوع ترن، ولی این قواعد باید رعایت شه. مرسی.